در چندین منطقه شهر کابل پل محمود خان با قاضی ارگینا هم ساعت هست، ولی اینجا هم به تازگی یک ساعت را نصب کردن که مقبوله زیاد چند ساختن. امارات اسلامی توانستن که یک ساعت اینجا بسیار نصب کردن، یا بسیار برای مقبولیت اینجا بسیار کمک میکنند. ماشاءالله دیگه خپل خوان کردن دغه سات ور سره او خدای دې بس نور ور انداز توفیق ورکړي چې دغه وطن ته خدمت وکړي. او تفریحات وقتی که بود ما از این که از این تر پایان میشه میگه بینی خود بسته میکردیم امی تر با دوزی تیر میشد. یک ذره گل و یک ذره مثلا درختای آبیاری کنه دیت نشه که اول بهار 2 ماه 3 ماه که آبیاری میشه، بعد از اون دیگه آبیاری نشه. باید اینجا یک چند دانه گل مول دیگه هم بیاره که قشنگ باشه و یک چند دانه چوکی بشانه که مردم بشینه. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشید. به یکی دیگر از برنامه هدف میدیا با من امید وقتاش خوش آمدید. امروز ما دوستا باز هم به پل خوشبختی یا پل سوخته کابل آمدیم و می‌خواهیم یک گزارش خیلی مقبول از اینجا خدمتتان تقدیم بکنیم. ما چند وقت پیش هم از اینجا گزارش داشتیم، ولی این بار به خاطر از این آمدیم که اینجا یک ساعت را نصب کردن و در چندین منطقه شهر کابل پل محمود خان با قاضی ارگینا هم ساعت هست، ولی اینجا هم به تازگی یک ساعت را نصب کردن که مقبوله زیاد چند ساختن. امروز هم خواستیم بیاییم بپرسیم که این ساعت چقدر مقبولی اینجا را بیشتر ساخته از مردم پسند بکنیم و اینکه دیگه چه تغییرات اینجا بیارن تا اینجا دو چند مقبول تر شود. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید دوستا. سلام، خوب هستین؟ سلام به شما. تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین. نام که مقبول چی است؟ اسمم مرتضی سخلوس متحرک. مرتضی متحرک. خب مرتضی جان، حالا آمدی اینجا تازه یا یک روز پیش هم آمد من برای دیدن پل سوخته‌تون به زیاد تعریفاتش ازش شنیده بودم، برای اینکه بیایم صحنه را از نزدیک ببینیم. یک بار دیگه اینجا دیدار کرده بودم. یعنی از بس که خوشت آمد از هر روز میای اینجا دیدار میکنی؟ به خاطر که سابق می اومدیم اینجا از دست بوی و گندگی نمیتونی صدام به فرار بودیم، ولی امروز ما همگی دیدار پل سوخته هستیم که بریم چهره جدید پل سوخته رو ببینیم که چگونه شده هستن و هر وقت میایم اینجا یک بار دیدار میکنیم بعد میاریم. وقتی میای پل سوخته رو میبینیم قدر مقبول جور کردن، نه اما چهره گذشتهش هم به یادت میاد، این چهره هم به یادت میاد، چی از برات رخ میده، چی احساس میکنی؟ یک احساس خوشحالی داریم که اینکه وطن ما در رو به آبادی هستن که امروز میبینیم که بر علاوه این که بوی گندگیشون از بین رفته که هیچ بسیار یک فضای بسیار مقبول، یک منظره بسیار زیبا که امروز حکومت امارات اسلامی توانستن که یک ساعت اینجا بسیار نصب کردن یا بسیار برای مقبولیت اینجا بسیار کمک میکنند. واقعا اینجا که از فضایش میبینیم خیلی سرسبز شده هستن، میبینیم که مردم با کمره با روز میای عکاسی میکنند. سابق از اینجا در فرار بودن، ولی اینجا از منظر اینجا عکس میگیرن و در صفحات اجتماعی پست دارن. خیلی زیبا شده. واقعا خیلی خوشحال هستیم ما از کارهایی که امارات اسلامی برای ما کردن. واقعا به عنوان یک تماشاچی زمانی که خودت اینجا آمدی خواستی قدم بزنی از فضای اینجا لذت ببری، من اثر خودت دیگه چیزا کم بوده است که اینجا باید ساخته شود و اینجا بیشتر از بیش مقبول بسازن؟ کم بوده اینجا که این درخت‌ها رو بسیار سرسبز ساختن، سطل اشغالدانی هم هست ولی میذاره کم بودات سطل اشغالدانی حس میشه که هرچی در این ساحه همین سطل اشغالدانی زیادتر باشه برای ما شما برای نظافت ما خیلی کمک میکنن. خواهش ما میستن که سطل اشغالدانی اضافه شود. بله. اینا به مردم چی گفتنی داری در مورد این ساعت؟ چگونه از جمع محافظت بکنن؟ آیا تنها وظیفه مسئولین هست که بیاین سطل زباله بمانند، درخت بشانند، یا ما هم در قبال از اینا مسئولیت داریم؟ ما به عنوان یک فرد از فرد افغانی که در نزد وطن این وطن هستیم، اینجا سهم داریم در قبال وطن خود، در قبال سرزمین خود که سرزمین مادری ما هستن. نه تنها که ما کل مسئولیت به دوش امارات اسلامی و دوش حکومت بگذاریم، ما مسئول هستیم در قبال توانایی خود باید کمک کنیم که بتوانیم که وطن ما آباد شود، از نظافتشون باید مراقبت شود که نظافت خوب داشته باشد، ما بتونیم که به راحتی از اینجا مرور کنیم. این برای ما خیلی ضرور است که باید ما در این برای نظافت این شهر باید سهم بگیریم. یعنی مسئولیت همه ماست، تنها نه از چند شخص فرد خاص. خیلی ممنون، سلامت باش. اگر پیام حرفی گفتنی بر دوستا داشته باشید کاملا خدمت. زنده باشید. تشکر، سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام، خوب هستید؟ سلام، خوب هستین؟ جاتون جور بخیر. تشکر، سلامت باشید. میشه نامت بر ما بگید؟ حاجی سیف الله. حاجی سیف الله.
چی میکنی اینجا اجسای؟ والا ما میرفتیم سوی دارالامان دیدیم که اینجا بریبار بود ما گفتیم باشه یک چیز گپ خوردنی چی گپ است باید که دیدیم که خب بریبار ما را دیدیم یعنی با شوق و پل نامدی پل وقتی قدر نه شوق پل نامدیم دیدیم که ماشاءالله اینجا بسیار سبزیجات آمده اینجا درخت آمده واقعا که یک جای مقبول است و تفریحگاه است وقتی که بود ما از این که از این تر پایین میشیم که بینی خود بسته میکردیم امیتر با دوزی تیر میشده الحمدلله میال فضا بسیار خوب است و تفریحگاهی چی من فکر نمی‌کنم که کوتاه سنگی پل سخته باشه پل سخته یعنی امیال جک آمدی است که شاید اروپا آمده باشه اروپا خیر مثلا شهر کابل نواج تابی تبدیل شده بخی چراغان شده خصوصا تشاو می بخی فکر نمی‌کنم که اینجا راستی که مثل که در خارج ایران و دیگه جایی است واقعا که وقتی بار اول اومدی یعنی می پل دیدی اینقدر مقبول شده خودت گفتی من فکرش هم نمی‌کردم که اینجا پل سخته باشه و یک خوبی و فراخت مردم برادر وقت اینجا نه موتر جایم بود نه نفر جایم بود نه دیگه ولی ماشاءالله اینجا مردم پور وقت انگشتانه و دیگه سودا میکرد ولی ماشاءالله این که فراغ است هر کس میره و خوشی خود سعی کرده است که چقدر مقبول جای جور شده و ما تشکر میکنم از شهروالی کابل واقعا که خدمت کرد واقعا که خدمت کرد امی طالبا یک تاریخ گرفتم اینجا دمی 50 سال این حکومت بود که برادر عزیزشون میره دیسو پس داخل بشو ماشاءالله ساخته واقعا که تشکر از شهروالی اولا شهروالی که بسیار راستی زحمت کشید امی دو ماه میشه که ما که یکونی ماه میشه که میبینیم که زحمت پای میکشه و جا را مقبول کرده سنگکاری کرده و جا امی و اینا بسیار زنگ زده بود امی را پاکاری و رنگ کرده تشکر زنده میکنم اینجا یک چند روز میشه که یک ساعت را هم نسپردن نه؟ به نظر خودت چقدر تانسته که به زیبایی اینجا کمک بکنه زیاد بسیار بله بسیار واقعا که مقبول ساخته اگر کلی جای امیتشه ذاتی ما فکر نمی که ما در افغانستان ما در اروپا هستیم بله به نظر خودت دیگه چه تغییرات اینجا بیارن زیاد خود تغییرات دیگه هر چی که دست بدین خوب شد هر چی که همین دست انسان گل است هر چی که زحمت بکشه زیادتر خوب شده میره سبزیجات که درختای مقبولی درختای خصوصا باز این درخت‌ها که میشه باید که عام داده شود ما مردم باید که نه یک شهروالی در رسیدن نمیتونه دیگه باید که کلی ما همکار باشیم قضیه درست است و ایتونه نمیشه که یک شهروالی در سر شهروالی مسکین تاب کنیم والا شهروالی تا کدا خوب نه باید که ما کلی ما خانه ما جای ما زندگی خود باید که خود بسازیم و یک خواهش دیگه است که امی دوار نیست امی پلیس خطاکی است امی ما در عربی گم وای ماشین عربی میره امی چوک امیر باید خرد کنه چوک باید خرد بسازن که موترها راحت بتونن یک زحمت است همیشه به سلوکی ما ساعت 8 بجه و 9 بجه بخیر مقابل این چی نیست که برای که ما چی رقم تر شه موتر چی میشه انسان ها چی میشه باسکت چی میشه موتورسیکل امیر خواهش میکنه امیر خرد کنه اگر او سر نمیکنه مثل این چی کارت مامورین امور چقدر خوب مقبول کرده مردم ها میتونن امیر باید که خرد کنه اگر اول خوب باید برای این چیزا باید که در افغانستان نباشه دیگه باید که نباشه که فلانی سی فلانی امیر کل یک تا کنه یعنی صدایتان شنیدن ان شاء الله که ما خواهش از طالبان خواهش میکنم از امارات اسلامی خواهش میکنم که امی چوکا خرد کنه که بسیار تنگ است بسیار زحمت است بسیار ما رنج میبینیم از اگر این کنه بسیار تشکر سلامت خوش بردار بخیر تشکر سلام خوب هستین؟ جور است بخیر حتما تشکر سلامت باشین نام چی است؟ من نام نورخان صدیقی در پکتیا ولایت اوسیدونکم پر حال کابل که زندگی کنم. خب بسیار خوب نورخان جان کجا زندگی میکنین؟ نمی چهار اطراف هستین یا از جای دور آمدین؟ حالا در واسه بگرامای که ژوند کو او خپل مصرف دکاندار یم. او ډیر وخت بعد غزا ته راغلم په انټرنیټ کې مې لیدو ډیر خوند وکړو مخکې مې چې دا منطقه لیده ډیره چټله وه اوس ماشاءالله ډیره ښکلې شوې ده خدای دې وکړي چې ټول افغانستان دغه شی ښکلی شي واقعا
یعنی اینجا رو وقتی در اینترنت دیدی زیاد خوشت آمد با شوق پل سوخته آمدی دیگه طرف کابل او مننه نن ورځ دغه پل په شاوخ راغلی یو ماشاءالله ډېر ښکلی جوړ شوی دی الله دې وکړي چې ورور هر سړی همدغسې خدمت وطن ته وکړي زمانی که آمدی پل سوخته را از نزدیک دیدی در اینترنت شاید یک چیز دیگه نشون آمده وقتی از نزدیک ببینی فضا را خیلی معقول معلوم بشه چی احساس کردی احساس همیشه بر دوستای من مننه والا احساس مې دا وکړو چې ماشاءالله بس کار په مخ روان ده ډېر ښکلی جوړ کړی ده که نه او بیا دغه موږ تاسو خلک خصوصا د موږ تاسو د ټول دغه ونو ته ګلانو ته ډېره پاملرنه وکړي چې دې ساتنه وکړي لکه هغه ورځ مې ولیدو یو ګل یې مات کړی و دې قیمت مسقط 300 افغانۍ شوی ده موږ تاسو خلک داسې عادي فکر ورته کوي یا پښې سره وایي لارې ته نه ګوري مسقط پښې سره وایي دې ته به ډېر متوجه شو باید موږ ټول دې ته په خدمت کې وو واقعا این مهم نیست مهمی است که باید خدمت بکنیم برای ضوابط بتیم نگهداری بکنیم خوب ازش اینجا یک ساعت هم نصب کردن نه از ساعت هم در اینترنت خبر شدی ساعت اینترنت نیم خبر شوم مې دلته اوس ولیدو په خپل ماشاءالله خاصه نصب کړی دا به نظر خودت چقدر تونسته که زیبایی اسی را بیشتر بسازی ماشاءالله ډېر خپل خوند کړی دغه ساعت ور سره او خدای دې بس نور ور انداسې توفیق ورکړي چې دغه وطن ته خدمت وکړي خدمت بکنی به نظر خودت دیگه چی کمبودات داره اینجا که دوستای ما اونمون رو بیارن اینجا نصب بکنن بیارن تغییرات بیارن تازیم کرده معقول‌تر شود سوخته والا چې یو شی ته څومره ښکلا ورکړي غومره خوند کوي که نه دې شی ته نور ښکلا دې ته باید نور رنګونه ورکړلی شي دغه شی د پول مخکې نه ښکارېدو چې څه رقم رنګ اوس خو ماشاءالله ښه رنګ ورکړی دې ته باید نور ښکلا رنګ ورکړلی شي او دې ته باید نور ښکلا ورکړلی شي بعد یعنی رنگایش هم میگه دوستا تغییر بدن تا مقبولی بیشتر را پیدا بکنه او لکه مخکې نور ښکلا پیدا کړي تشکر سلامت باشین پیام حرف گفتنی بر دوستا داشته باشین کاملا در خدمت ژوندی اوسئ ورونه مننه بس باید موږ تاسې ټول په دې وطن په خدمت کې باید وخت تېر کړو نه باید داسې یو څه چې ملاسه کېږي یو شی بې ځایه ونه غورځوو هر څه باید خپل ځای ته ورسوو کسبدني هر څه ایښي باید کسبدنۍ ته ورسېږي بې ځایه ونه غورځي مننه د تاسو نه تشکر سلامت مننه ژوندی خوب خوش برتون مننه سلام خوب هستین؟ سلام علیکم خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ تشکر سلامت باشین نامت چی است رفیق؟ نام جواد بخشی است. جواد جان بخشی دوستا از جواد جان یک کارش بسیار مرا خوش آمد بیشتر چیزی نوش جان میکرد امو جنگلیاش را در روی زمین ننداخت برد سند کثافات انداخت خودت بود جواد جان؟ بله دقیقاً حال خو ما و شما میبینیم همین قسمت پل سوخته که یک ذره زیبایی خاصی گرفته با مو خاطر نباید کل جای من کابل باید همین یک چیز مراعات شود سطل های زباله ماندگی است و ما شما خوب سهم بگیریم در سطل بندازیم در زیبایی شهر باید خود ما سعیم باشیم خود ما سعیم باشیم نمیشه از خود شهروالیم به تنهایی نمیتونه این کار را انجام بده ما شما باید سهم داشته باشیم واقعا بعضی از دوستای دیگه هستن وقتی میخورن میندازن در روی زمین نه در حالی که در پولشون سطل زباله ماندگی است ولی توجهی به اون نمیکنن در روی زمین میندازن چی گفتنی داری برای سمی خودت بله بله دقیقاً خب هر کس کارش و شخصیتش مربوط خودش میشه همو کاری که انجام میده مربوط به تربیت فامیلیشان میشه یعنی یا به نظر خودت دیگه تربیت فامیلی ندارن در زمین نه نه او تو خونه است بازم فرق میکنه دیگه همون یک جامعه کلان شده تصور هر کس بابو شاید عادت کرده باشن تم خانه هم شاید چیزی رو بخورن در روی خانه باز بندازن همون پستی نشنه بله بله دقیقاً وقتی آمدی پل سوخته اینقدر مقبول دیدی چی احساس کردی خودت والا احساس خوب کردم ان شاء الله دیگه مقبول شوه دیگه مقبول شوه شو که اینجا ما یک شو آمدم بسیار یک زیبایی خاصی داره شو باز حالا هم بسیار یک مقبول رنگ کرده ان شاء الله که دیگه مردم در نگهداری از این سهم شود دیگه یک مشکلات ایجاد نکنه پیرا برای ما مسئولین ساختن دیگه حفظ و مراقبت در دست خود ماست کیرا به می زیبایی نگهداری میکنیم یا دوباره مثل سابقه پل سوخته میسازیم بله بله دقیقاً احتمالاً نام از اینم فکر کنم تغییر میده من خوشبختی گذاشتن اینجا یک ساعت را هم نصب کردن ساعت دیدی خودت والا ندیدم نه ساعت ندیدم والا سر ساعت از تو ندیدیش والا خودت چقدر زیبایی است اینجا تونسته که افسوده باشی ساعت بسیار زیاد این ساعت ما دقیقاً امیال متوجه شدم ان شاء الله که دیگه مقبول شود دیگه مقبول به نظر خودت چی تغییرات دیگه بیارن اینجا که مقبول تر از این شود ان شاء الله دیگه نیاز داره بخش وزارت سرسبزی دیگه کاراش مربوط نمیشه
که یک ذره گل و یک ذره مثلا درختای آبیاری کنه ایت نشه که اول بهار 2 ماه 3 ماه که آبیاری میشه بعد از اون دیگه آبیاری نشه باز تا آخر سال او خشک میشه باز سال دیگه یک هزینه دیگر باز سر از اون میپرته دوباره سر از اون کار میکنه ان شاء الله او تو نشه تا آخر سال نگهداری شوه وزارت سرسبزی خود دیگه مربوط از اونا میشه دیگه مربوط کل مردم میشه تنها وزارت سرسبزی نه تو ما هم اگر در دست ما میشد میتونیم یک بشکگک یک افتابه یک بوتل آب بیاریم اینا را بتیم در کنارش گورا خدمت بکنن خیلی ممنون سلامت شکر سلامت باشید خوب خوش برات میخوایم اگر پیام حرف گفتنی هم داشته باشی کامرا در خدمت سلامت باشید تشکر حرف گفتنی ندارم همزینج تمام بیننده‌های عزیز بازم سلام دارم امید که جور صحتمند باشه سلامت باشید وقت سلامت باشید تشکر سلام خوب هستی؟ و علیکم سلام خوب هستی شکر تشکر سلامت نامت چی است؟ نام احمد عرفان باشنده کابل احمد اقبال احمد عرفان احمد عرفان جان چی مصروفی هست؟ محصل هستم محصل هستی اینجا چی میکنی؟ اینجا چکر آمدیم که می جای ببینیم و ما خبر شدیم که متادین از اینجا مثلا پاک شده می جای ازش پاک شده و ما می جا اومدیم که یه دفعه ببینیم زیبایی از می جای ببینیم خب بار اول از کام اینجا بله بار اول است آمدی از میدان وردک از میدان وردک تا اینجا آمدی به خاطر همین پاس خب ما میجا در سال میخوانیم پنتون است این چیزاست میجا اتاق داریم مسافر هستیم میجا اومدیم بسیار خوب بسیار خوب سابق هم اینجا می آمدی باز میجا سابق از خانه ما میجا بود اینجا می آمدیم میجا بسیار زندگی بود مثلا متادین بود در 20 سال می جمهوریت نتونست که متادین پاک کنه ولی در میتول 2 سال که امارات آمده می کل جای سرسبز کرده و خیلی خوب جور کرده میجا خیلی مقبول شده به نظر خودت اینجا دیگه کدام تغییرات بیارن کسی هم کدام تغییرات ضرورت داره مگم به می حال که پیش میره می بسیار خوب است دیگه ما تو پیش بریم تو جای مثلا از متادین مثلا جای مثلا مربوط به شوالی میشه کار کنه خوب است خودت گفتی که دیگه تغییرات هم ضرورت داره نه کدام تغییرات ضرورت مثلا ضرورت ما مثلا آب هوا مثلا ضرورت ما هوای مثلا در زمستان ما خیلی هوای چی داریم مثلا آلوده داریم مثلا هر کس در خانه مثلا بخاری چیزای خیلی چیزای چی میندازه مثلا ما از نگهداری کنیم مثلا درخت‌ها را کش کنه گلا را یعنی بیشتر به سرسبزی اینجا توجه بله باید توجه شود تشکر سلامت باشید وقت خوش برات سلام خوب هستی؟ و علیکم سلام بخیر باشی نامه چی است رفیق؟ متین پنشیری چی است؟ متین پنشیری متین پنشیری از کجا آمدی رفیق خدا؟ از حوزه 5 حوزه 5 چی میکردی؟ خانه است خانه حوزه 5 است بعد خیلی داخل حوزه بودی؟ نه خب چرا اونجا کدام تفریحگاه و اینا نداشت که اونجا میرفتی چکر؟ نه اونجا پارک زنانه بود بند کرده دیگه چیز نیست پارک مکمل پارک بند کرده مردان هم اجازه نمیده نه مردار اجازه نمیده رفتی یک دفعه اجازه نداد یا همون میگی از دل خود نه رفته بودم پارک شهرم رفته بودم اونجا او پارکم بند کرده مردم قنا میره حال به تفریح حالا دیگه بیشتر مردم هم اینجا رفتن چطور از به نظر خودت دیگه مقبول جور کردن یا نه؟ خیلی مقبول است خیلی لذت بخش است همین تو که وطن جور نه یا دست امنیت وطن جور نمیشه خودت نمیشه که آمدی گفتی که دست به دست هم بتیم وطن جور کنیم نه به نظر خودت دیگه چی تغییرات اینجا بیارن جور کنه و خودت میخوای که چی کارا بکنی تا وطن ساخته شود باید اینجا یک چند دانه گل مول دیگه بیاره که قشنگ باشه و یک چند دانه چوکی بشانه که مردم بشینن قصه بکنن یک پارک جور کنن ساخته اینجا پارک ورشه این ساخت چطور به نظرت مقبول ساخته اینجا؟ خیلی مقبول ساخته و مردم وقتی خود نشان میده اگر کس ساعت مات نباشه وقتی خود برش نشان میده خواهی کسی که ساعت نداشته باشه خوب از درش ببینه که ساعت چند بجه شده سرش ناوقت نشه نه؟ گفتی که باید دست به دست هم بتیم وطن بسازیم نه؟ چی پلانا داری خودت به خاطر آینده وطن بسازی خودت؟ ما این پیام دارم که پلانت چی است؟ اول پلانت بگو باز پیامت پلان می است که باید به وطن خدمت کنیم به ما کار چی شود مصاحبه کار شود زمینی کاری مصاحبه کار مصاحبه شود و باید این مکتبای دخترها را اعلا بده چرا که باید ما همگی حق داریم که تعلیم کنیم این دوست ما پلان داره بخیر که مکتبای دخترها را رها بکنه این حالا پیامت بگو بر دوستان پیام خود گفتی دیگه پیامت همین بود پلانت خیر نگفتی بخیر باشی سلام باشی خیر وقت خوب خوش باد
مشاهدای عزیزی بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم از پل سوخته یا پل خوشبختی و نظریات مردم را در مورد ساعتی که اینجا بند شده است هم شنیدیم و این هم شنیدیم که دیگه چه تغییرات اینجا بیارن تا اینجا را بیشتر از بیش مقبول بسازن. شما هم میتونید که نظریاتتان را پای کامنت با ما بنویسید. با فراموش نکنید که کانال یوتیوب و ویدیو را سابسکرایب کنید، گزینه زنگوله را فشار بدید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.